اصلا ما رو آورده، ما در دوره غیبتیم ولی صاحبمون رو نمیبینیم، ندید میگیریم. هر مشکلی که داریم، یتیمی خیلی سخته. خدا روزی کنه هر کسی که اطرافش فرزند یتیم هست این سفره بی‌نظیر رو ازش بهره مند بشه. خیلی مشکلات داره ولی یتیم یه نقطه قوت داره برای رسیدن به خدا. اونم اینه که اگر تو خیابونی که بشه چیزی بگه بلافاصله میگه بابام بود اینطوری نمیشه. بابا رسما به ما گفتن شما ایتام آل پیغمبری. عجیبه که وقتی شما توی ظلمی قرار میگیری نمیگی اگه بابام بود. ما صاحب داریم، بابا داریم. خدای به حجت رحمت کنه میفرمود گاهی ممکن رو همین فرشی که نشستی و از کنارت رد شده، یعنی او دائم به تو نزدیکه. مثلا یه بابا چقدر میتونه بچه‌هاشو رها کنه آخه؟ منتها چون تربیت ما به این ابتلا قرار گرفته او دندون رو جگر گذاشته، سفر نرفته که مکانش با ما فاصله بگیره. مکانتش خیلی فاصله داره ولی مکانش فاصله نداره، نزدیکه. طبیب نفوسنا، حبیب قلوبنا، شفیع ذنوبنا، به تو تکیه داریم ولو خودمون ندونیم. من چه ملتفت باشم چه نباشم الان که نشستم به این تکیه دارم، چه بدونم چه ندونم. این نگرم داشته چه بدونم چه ندونم. یه قدری او همه کار است، منم بیدار نشدم، تضرعم نمی کنم، بلکه گاهی دعوام میشه، به گیجی میرم، ریشام سفید شده، هنوز اون بچه‌ام، با خودم انگار لج میکنم، به فکر خودم نیستم. داره ماه رمضان نزدیک میشه، من میترسم تا پارسال عقب رفته باشم که جلو نرفته باشم. 1 سال او زحمت کشیده، من سر جام وایسادم. خدا ان شاءالله به ما بیداری بده.